در گذشته رهبران کشورهای منطقه معمولا در چهارچوب محفل‌های مثل نشست‌های کشورهای عضو مشترک المنافع، سازمان کنفرانس اسلامی، سازمان ملل متحد، سازمان امنیت و همکاری دست جمعی و سازمان امنیت و همکاری در اروپا که در همه آنها روسیه نیز حضور داشت گرد هم می آمدند. این نوبت پوتین را دعوت نکردند. تا کجا می شود این نشست را در هیئت محدود تلاش برای حرکت به سمت مستقلیت بیشتر و تأسیس یک نیروی توزیع منطقوی ارزیابی کرد؟ آیا این محفل می تواند همچنین چالشی کرمل ارزیابی شود که بارها به آسیای میانه علامت داده است که منطقه مورد توجه و منفعت‌های حیاتی روسیه به قبل حولیچه بیرونی آن می باشد؟ یک تحلیلگر ازبک رافائل ساتوروف که حالا در ایالات متحده به سر میبرد به این باور است که روسیه نمیتواند به محفل پرزیدنت های آسیای میانه حساسیت نشان دهد، چون که در مرحله کنونی این کشورها نمیتوانند یک اتحاد جدا از روسیه را تأسیس بدهند. ساتوروف معتقد است که این ملاقات علیه منفعت‌های روسیه و یا دیگر بازیگران منطقوی از جمله ایالات متحده و چین روانه نشده است. کارشناس دیگری مسائل سیاسی و قرقیزستان میگوید روسیه در استواری موقعش در آسیای میانه شبهه ندارد، هرچند به توسعه حضور چین در منطقه با رشک نظر میکند. به اندیشه ایدیل بایسالف، کرمل به طور آشکارا نارضایتی خود را از نزدیک شوی رهبران آسیای میانه بیان میکند، ولی شاید تلاش کند که این نشست را به خاطر تبلیغ پروژه معروف خود با نام اتحاد گمرکی اوراسیا استفاده کند. حالا با عضویت این سازمان که تاجیکستان هم با آن تشویق میکنند، قرقیزستان و قزاقستان شامل هستند. ولی به اندیشه تحلیلگر دیگر، واکنش روسیه در رابطه با محفل پرزیدنتان آسیای مرکزی چندان آرام نخواهد بود. تولگونای اومبتالیوا رهبر کلی بنیاد رشد دموکراسی در آسیای میانه در این رابطه میگوید روسیه میتواند هر گونه واکنش کند، ولی مهمتر از همه این است که استراتژی آسیای مرکزی در نسبت مسکو چی می شود. کرمل حالا به طور بازرو شد عصبانیت نشان نمی دهد، ولی برای آنها این وضع کمی نگران کننده است. کرمل همیشه در رابطه با همه گونه فعالیت ها در منطقه حساسیت دارد. از همین خاطر محفل پرزیدنت ها را هنوز همایش نمی گوییم، بلکه یک ملاقات اولین آنها که بی‌شبهه زیر نظر مطبوعات و تحلیلگران روس جریان می‌گیرد. با گفته او، هرچند کرمل حالا سرگرمی انتخابات پرزیدنتی است، ولی از تحولات در آسیای میانه با دقت مشاهده می‌کند. وی گفت وابسته به نتیجه های این نشست، کرمل هم تصمیم می‌گیرد که به این محفل مداخله کند و یا نه. این زمان یک ناظر دیگر این تحولات از تاجیکستان میگوید که ملاقات پیش از همه نمایشی مستقلیت پرزیدنتان می باشد. مونیم اولاموف رهبر کل روزنامه امروز نیوز در این رابطه گفت روسیه قریب با هر کنج دنیا مشکل دارد. با غرب، با اروپا. جای حیرت نیست که پرزیدنتان آسیای مرکزی میخواهند به روسیه بگویند که توان بررسی و حل مسئله های داخلی را بدون روسیه هم دارند. اگر روسیه در محفل اشتراک میکرد، حتما میگفتند که رهبران را مسکو سرجم آورده به آنها رهبری میکند. ملاقات спящие организации создают, а там участвовали в войне граждане всех наших стран. Они теперь возвращаются, и нам надо быть очень в этом деле бдительными.